در تاجیکستان موضوع برابری جنسی و اشتراک زنان در سیاست در سطح‌های گوناگون با اشتراک سازمان‌های خارجی مورد بحث قرار می‌گیرد. کارشناسان میگویند در این زمینه پیشرفت به نظر می‌رسد، اما وضعیت تا به حال در سطح مطلوب نیست. بنا به شاخص نابرابری جنسی در سال 2017 سطح برابری میان زنان و مردان در آسیای مرکزی 71% است، اما نتیجه بدترین در میان همه کشورها در تاجیکستان مشاهده شده است. این شاخص بر اساس برابری اقتصادی، دسترسی به تحصیل، وضع سلامتی و نفوذ سیاسی ترتیب داده شده است. برخی از زنان در تاجیکستان هنگام وارد شدن به کار از تبعیض و نابرابری در بازار کار شکایت میکنند، از جمله در مورد پرداختن مزد گوناگون برای اجرای یک نوع کار به فایده مردان. اینچنین بعضی مانع‌های دیگر در طی کردن زینه‌های کاری تا رسیدن به مقام‌های رهبری در نهادهای دولتی و مؤسسه‌های دیگر. در میان 19 عضو حکومت، رهبران وزارت‌ها و نهادها تنها یک زن وزیر است. سمنگل تقای‌زاده وزیر مهنت و مهاجرت و شغل اهالی، آزاده رحمان رئیس دستگاه پرزیدنت و دختر امامعلی رحمان را هم میتوان به قطار زنان رهبر وارد کرد. او همچنین کرسی پلت بالای پارلمان تاجیکستان را نیز در اختیار دارد و طبق منابع گوناگون یکی از تأثیرگذارترین شخصان در کشور می باشد. نسب‌های زنانه دیگر در میان قسمت فعال حکومت کنونی دیده نمی شود. زنان 17.5% تعداد عمومی نمایندگان پارلمانی تاجیکستان را تشکیل می‌دهند. از 63 کرسی پارلمان 12 کرسی را زنان در اختیار دارند. همه آنها اعضای حزب حاکم حزب خلق دموکراتی میباشند. اما در تاجیکستان امروزه زنان دارای موقع فعال جمعیتی و سیاسی، آنهایی که نظر خود را دارند و توانند آن را به مردم رسانند، دیده نمی‌شوند. زنان با هدف‌های رهبری به مانند صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و یا نخست وزیر پیشین بریتانیا مارگارت تچر و یا هم پرزیدنت پیشین قرقیزستان روزا اتونبایووا که در دوران مشکل کشور خود رهبری را به دست گرفت.